مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم می‌نماید. سوره صف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح گوی خداوند است. بدانید او قدرتمند و حکیم است. ای اهل ایمان، چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمی کنید؟ این نزد خداوند گناه بزرگی است که چیزی را بگویید و به آن عمل نکنید. خداوند کسانی را که در راه او در صفوفی که چون سدی آهنینند و می جنگند دوست دارد. به یاد آر هنگامی که موسی به قومش گفت ای قوم من، چرا مرا آزار می دهید در حالی که خوب می دانید من پیامبر خدا بر شما هستم. پس هنگامی که از حق منحرف شدند خدا نیز دلهایشان را از حق محروم کرد، زیرا خداوند زشتکاران بدسیرت را هدایت نمی کند. و یادار هنگامی که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، من پیامبر خدا بر شما هستم. توراتی را که پیش از من آمده تأیید می کنم و شما را به پیامبری بشارت می دهم که بعد از من می آید. نام او احمد است. و چون آن پیامبر با دلایل روشنگر آمد گفتند این جادویی آشکار است. چه کسی ظالمتر از کسی است که بر خدا دروغ می‌بندد، در حالی که او را به تسلیم شدن در برابر حق دعوت می‌کند. بدانید که خداوند ظالمان را هدایت نمی‌کند. آنها می‌خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند، حالان که خداوند کامل کننده نور خویش است، هرچند کافران از آن کراهت داشته باشند. او کسی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی دین چیره باشد، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند. ای اهل ایمان، آیا می‌خواهید شما را به تجارتی سودمند راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات بخشد؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. به خداوند و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد نمایید که اگر بفهمید اینها برای شما از هر چیز دیگری بهتر است. خداوند گناهانتان را می‌آمرزد و شما را به بهشت هایی که نهرها در آن جاری است در خانه های پاکیزه و مملو از آرامش وارد می کند. آن هم در بهشت های جاودانی. بدانید که این پیروزی بزرگ است و نعمت دیگری که دوستش می دارید نصرتی الهی است و پیروزی نزدیک. اهل ایمان را مژده ده. ای اهل ایمان، یاران خدا باشید، همچنان که عیسی ابن مریم به حواریون گفت چه کسانی یاوران من در راه خدایند؟ حواریون گفتند ما یاران خداییم. سرانجام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند
و گروهی دیگر کفر ورزیدند. ما نیز کسانی را که ایمان آوردند بر ضد دشمنانشان یاری کردیم تا پیروز شدند. یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العلي العظيم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم. کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.